کار نیست. یعنی الان من خودم یک استاد هستم، از یک پوانتون فارغ شدیم. خب از یک زبان بین المللی 2 زبان انگلیسی و زبان ترکی و اینا تدریس میکنم. خب الحمدلله بلدیت دارم. 2 سال سابقه کاری مدیریت محاسبه شفاخانه مدیر محاسبه بودم. 9 ماه در دفتر اکتیت کار کردیم. 10 تا در هر دفتر که سی وی میتم متاسفانه شارت لیست نمیشم. کامپیوتر از اسم میاد، کامپیوتر خواندیم، تمام امکانات همه داد، ولی خب متاسفانه کوب کار اگرم باشه روابط بالای ضوابط حاکم است. میفهمین؟ ضوابط بالای روابط حاکم نیست. هر کی واسطه داره، کدام تا کلان داره، مثلا قماندان است یا کسی، اونمو مثل کشور مثل حکومت سابق، همین هر کی یک کسی را داره که مثلا او واسطه داره، این میره شارت لیست میده از قبل. این امتحانا کلشان امتحانا سامپل است. این امتحانایی که میگیریم من کل ما میفهم میره، خود ما را به نفهمی زدیم، متاسفانه نفهمیدگی زدیم. این امتحانایی که گرفته میشه کلشان اینمی من خودم چند بار دم هر دفتری که متاسفانه بسته اعلان میشه من میرم سی وی میتم، ولی حتی شارت لیست نمیشم. کسایی که حتی الف در جگرش نیست، ولی متاسفانه 50,000 40,000 30,000 معاش داره، رفته مثلا در هر کدام مؤسسات اینا بری واسطه نداشته باشه کار نمیتن. من خودم بیکار هستم. اینمی شب روز من خودم تصمیم دارم که برم کشور ایران. چرا؟ سابقه کار دارم، در مؤسسات خارجی کار کردم، اسناد دارم، اسنادای من میارم بهتون نشان میتم. اسنادای پوانتونم کلشون تکمیل شده، از وزارت مهر سنگ وزارت خورده، کلش رفت از کابل خودم تکمیل کرده آمدم. ولی متاسفانه کجا کار کنم؟ چیکار؟ اینا بیکار هستم. اینم اینجا یک کورس ایجاد کردیم. حتی من ایران براتون بگم که کتابی که برای شاگرد میتونم با پولش هم پول کتابم آورده نمیتونم، میتونم میره. یعنی صدر و فیس مثلا که نداشتگیش رایگان درس میتونم میخوانن میرن، هم داشتگیش هم صدر پرم اورم داده نمیتونم، اکثریت شاگردایم هم صدر پرم داده نمیتونن. یعنی تو مشکلات هست.